من امیررضا کلات هستم. امروز اومدیم بهتون یاد بدیم که چطوری سرعت روبیکمون رو بالاتر کنیم. نگاه کنید، شما اول اینا همه رو در میاریم. من قبل ویدیو اینو از وقت دیگه نشه. شما وقتی که روبیک رو میخرید، روبیک های زیر 100,000 تومان، سرعتش مثلا به این شکل هستش، ولی شما پیچ رو شل کنید خیلی سرعت بالاتر میشه. پیچ شل کردن به چه صورتیه؟ شما میتونید از هر طرف یه پیچ شل کنید، از هر طرف همین پیچ ها شل کنید، ولی از هر طرف دوست شل کنید. من مثلا از طرف زرد شل میکنم. وقتی پیچ شل میشه، چون دو طرف داره، یه طرف صفر میکنه پیچ و یه طرف شل میکنه. وقتی شل میشه که این پیچ داره هی میاد بالاتر و اونقدر نباید شما بیاید بالا که مهرها در بیاد. حالا باید به یه طرف همطوری بپیچونید، ببینید هی داره پایین تر اگه میره اون طرف بچرخونید، چون وقتی پایین تر میره یعنی داره سفتر میشه، و وقتی که داره بالاتر میده همون طرف بچرخونید. ما قبل از ویدیو همه رو شل کردیم تا وقت شما گرفته باشه. همه سریعی که کندیم و دوباره وصل میکنیم. خیلی ساده. وقتی هم که کنده شد یا از دستتون زمین خورد روبیک، اینش کنده شد، نترسید، خیلی ساده اینا جا میخونن. حالا میخوایم سرعتش رو که بعد شل کردن تست کنیم. میکنید چقدر سرعت افزایش شد نسبت به قبل. ولی خب این حرکت ها یه ضرر و زیان هایی هم واسه روبیک داره. ضرر و زیانش فکر نکنید ضررهایی که خیلی بد نیست. ضررش اینه که مثلا شما دارید حل میکنید، در حین حل کردن یه مهر احتمال داره بچرخه. اگه مبتدی باشید که این خیلی احتمالش کم، اگه نیمه سرعتی یا حرفه‌ای احتمالش بیشتر میشه و علم نداره. شما دیدید که حل نمیشه، یه مهره یعنی چرخیده. و بعضی موقع هم امکان داره یه مهره در بیاد، در اومد اشکالی نداره. مهره به همون شکل میزنید فرو، همونجوری فشار میدید، اینو یه خورده واش میکنید، به این صورت واش میکنید، فشار میدید، خودش میره داخل و جا میکنه. اگه وسطی هم کنده شد، مهره وسط یعنی این مهره کنده شد، اینطوری جا نمیزنیم، از اینجا یواش یواش میبریم، از همینجا فشار میدیم، خودش جا میخوره و بعدش اولیه رو همونطوری که آموزش دادیم جا میزنیم. خداحافظ.